سامسون با خوش اومدین به ویدیو جدید. آقا فکر کنم چند تا ویدیو از یوتیوبرها و یوتیوبرهای دیگه شنیده باشین که آقا میخواد ایونت سیپی رایگان تو سرور چین بیاد. حالا به چه صورت؟ توی آپدیت جدید فکر کنم میخواد بیاد یا همین آپدیت اومده. من که سرور چین نیستم خبر ندارم، ولی شنیدم که 100% میخواد بیاد. حالا به این کار نریم، میخوام حالا تیکه به شما نشون همین AK-117 گفته بودن لجند میخواد بیاد رایگان. ما که لجندشو ندیدیم، تایش همین یه دونه اپیکش اومد. تا اپیکش هم که خرد شد دیگه همه طرفش. میگه اکتیویژن دیگه نمیاد یه کاری کنه که همه بیان دیگه مثلا گان متیک لجند داشته باشن دیگه. این کار نمیکنه. دیگه اکتیویژن دیگه در این حد خر نیست واقعا. شاید اکتیویژن واقعا نمیاد این کار کنه، انقدر دلسوز نیست. دلتون رو خوش نکنیم به این ویدیو. این ویدیوها همه برای ویوه. من این ویدیو رو برای ویو نمیسازم. ویدیو هم نمیخوره، فوقش دیگه. حالا ویو هم مطمئنم نمیخوره. یاره ما هم که همه شیرخوره کردن اینجا، همه چیز کدوم واسه من یه دونه انمی هم نشتن، همه رو خوش بردن. یه دونه انمی بات بود دارسی نبیدیش خوب. آقا اصلا هیچ انمی برنز. کل مپم که بات بودم، من نفهمم کیا رو دارم میزنم کیا رو دارم نمیزنم. من دیگه حرف نمیزنم، بریم دیگه از این ویدیو ببینیم. واقعا این ایونت سیپی رایگانه با یکم شکاوره، ولی واقعا این ایونت عمرم باشه. اکتیویژن آقا همچین کاری نمیکنه. آقا شاید هم این ویدیو یکم جدید بزنم، بروم میخوام برم بروم یه روم فایر رنج ادستیشن اونم نگاه کنم. تا ویدیو من که ویو پادکست نگاه نمیکنه، ولی تو ویدیو قبلی واقعا بخاطر که ایجاد معذرت کردم قیمتش بد شد، واقعا عذرخواهی میکنم و دیگه حرف نمیزنم. یکم از ویدیو نگاه کنین. خب داشتم میگفتم در مورد این گردونه و این ایونت سیپی رایگانه. کال اکتیویژن داره یه ایونت میذاره که مثلا فکر کنم بخواد گان متیک لجندشو به صورت یک گردونه ایکی پامکین با اون 4 تا گان لجند اومده بود. میتونستی با این کارتایی که بازی میکردی میتونستی بزنی، هر 100 تاش شده نسبین گردونه ایکی پامکین رایگان اومده بود. حالا چند نفر کم گرفتم، ولی اون موقع هر وقت میرفت مولتی دیگه همه دارن، واقعا دیگه خسته بود. این ایونت مثل اون میخواد بیاد فقط با یه گان لجند که خبرشو شنیدم بعضی از یوتیوبرها فکر کنم کریم میخواست بیاد، کیارم لجند. فکر کنم کیارم لجند واقعا میخواست بیاد. آره کیارم لجند یا فکر کنم ایکی 117 بین این دوتا، یکی که ایکی 117 یکی کیارم لجند. دوباره اینکه همه میدونم که منتظر دیل کیو متیک هستیم. به خاطر همین پیش بینی هم گفته بودن اکتیویژن میخواد توی سیزن جدید دیل کیو رو بیاره و نمیدونم این واقعیت داره یا، ولی فکر کنم به یکی 117 به احتمال زیاد متیکش قراره بیاد تو سیزن بعد، چون 2-3 سال اکتیویژن همینجوری داره میگه و نمیاره این گانه رو. واقعا چرا نمیاره؟ 2-3 سال ما همجوری مشتاق این گانه و هیچ خبری نیست که نمیاره کسی. نمیدونم چرا اکتیویژن نمیخواد بیاره، ولی فکر کنم تو سیزن بعد باید 100% بیاره. خودم که از انتظاراشم که اکانتم یه اسمی واسش بذارم. این اکانتم که نه بایدی اکانتم هست میکنم که نه اینکه مثلا چیت میزنم، نه چیت نمیزنم، من دستم برشد دیگه اکانتم که تو این رنگ کافه نمیخوام بنشم. اگه هم بخواین تو این اکانت هم میرم واسه اون لیدر بورد، اگه بخواین تو کامنت حتما بگین و دیگه خبری ندارم. و میخواستم
همین اخبارها و آمارای کالاف بهتون بگم و چیا داره میاد، چیا داره میره، چیا قراره بره، چیا قراره بیاد. آقا دوستان، اگه بخواین ویدیوهای مختلف شما در مورد کالاف بخواین، مثل اخبارها، بهترین اکانت جهان، گرونترین اکانت جهان، مثلا یه اکانت هست که خفن میتونم بیام یه جوری خفن ترین های جهانه. اسمش هم حالا اگه ویدیو خفن این داشت، اسنایپر هم اسنایپر داشت من اینجا میزد یا آمو زدم و اینجا که این زدم بعدش هم رفتم دنبال اسنایپر فرست. این یارم که خوردی اشتباه گفتم. اخبارهای جهان و بهترین اکانت جهان واسهتون حتما میذارم. یک اکانت رو خودم چند روز پیش دیدم، یه رفیقام بهم گفته بود این اکانت خیلی خوبه و نگاهش کن، نگم خیلی دوست. اکانت هست اسمش فکر کنم فکر کنم نورس بود اسمش. نورس بود. بعدن 200 تا گان لژند داشت با فکر کنم 50 تا متیک داشت، نمیدونم یادم نمیاد چند، فکر کنم 50-60 تا متیک داشت. خیلی اکانت گول بود دیگه، میتونم بگم نصف اسکین لژندا یا میتیکام تمپلار داشت، سایر متیک داشت. خیلی اگر اون اکانت بخواین اسمشون رو واسهتون میذارم تو کامنت فقط یکی بهم بگه اسمش، آیدی تلگرام اگه خواستین خدمتم. چشم. من خواستم همین آماره کالاف رو شما میدونم چه خبرهایی داره میاد. همین شایعه شده که آلکاتراز داره میاد تو تابستون، خیلی من بعید بدونم. میدونی چرا اکتیویژن این کاری کرده؟ اکتیویژن این کاری کرده که طرفدار کالاف، چون دیگه آلکاتراز نیست دیگه، اصولا بیشتر کالاف واسه بهش آلکاتراز هم دیگه. این مردمه هم که همون چیز دوستان بلکه چون فقط بهش آلکات نیستن. آلکاتراز توتیه خودی که داره میاد تو تابستون، ولی من بعید بدونم چون بازی همچین دانلودی هم نداره. فکر کنم به ایزان میخواد و اینجا وین کردیم که ویدیو دیگر